دوستان السلام علیکم. امروز گام میزنیم درباره لاتاری سبز. اکثریت سوال کردن که درباره گرین کارت این سال گرین کارت بازی میکنند نه از سبب کرونا ویروس. دوستان البته گرین کارت بازی میکنند برای چی؟ برای که کسری اگر دوام کند اگر 5 ماه 6 ماه 7 ماه دوام میکنند گرین کارت چی؟ اگر گرین کارت شما مثلا این سال برید اگر مثلا ای ماه مای سال کرده شما انکت دسته 260 رو پر میکنید و بعد از قریب یک سال بعدا بعد ویزا میگیرید بعد طرف امریکا میروید. برای این دوستان هیچ وقت رو افتاده نشوید. حتما کامنتار امونید کسی که گرین کارت پر کردگی است کسی که پر نکردگی است حتما به نامبر ما نویسید. ما سال آینده با هم پر میکنیم. دوستان زیق نشوید. سوالو پیدا شما اگر حتما نویسید و برای اون شخصانی که نمیفورد میتونید که گم شوید از این کانال برای که هیچ کس رو التماس نمیکنند برای که ما اینجا برای پول کار کنی یا برای دیگه چی اومدی نیستم. برای که اینجا پول کار نمیکنید اینجا برای که این فقط برای تجربه ما بسیار کردن. دوستان برای این زیق نشوید.